دوستان، حالتون چطوره؟ من الیم. منم علیم. به کانال فک فارسی خیلی خوش اومدین. آقا این سری قراره یه سفر داشته باشیم به گذشته. تقریبا در مورد واتیکانا میخوایم باهاتون صحبت کنیم. واتیکانا یه داستان خیلی مرموز و تاریک دارن که این شکلیه که واتیکانا فقط مبحث مذهبی نیست، اونا بحث سیاسی داشتن و قدرت‌های خیلی بزرگتری داشتن. تو قرن 4 وقتی واتیکانا به وجود میان خیلی اسرار مهمی رو تو دل خودش نهفته. حالا یه خورده جلوتر بریم از تاریخچه واتیکانا بهتون بگم. واتیکانا مرکز کاتولیکاست. از زمان پاپ سن پترز واتیکان به وجود اومد و اینجوری بود که جزو حواریون حضرت عیسی بوده و خب همه چی مذهبی بوده، اما این شکلی نیست. اونا یه سری قدرت‌های زیادی توی سیاست هم داشتن و همچنین دست هم داشتن توش، یعنی یه سری توطئه‌ها به وجود اومده بود که حالا جلوتر راجعش صحبت می‌کنیم. و البته اینم بگم که واتیکان‌ها یا کاتولیک‌ها خیلی تاثیر زیادی روی جوامع بشری داشتن. از قرن 15 میلادی یه جورایی تبدیل به بخش فرهنگی هنری شد و یه سری افراد مشهور مثل میکلانژ اومدن نقاشیایی روی در و دیوار کلیسا کشیدن، روی سقف‌هاش کشیدن و اصلا وارد یه مبحث دیگه شد. یعنی یه بخشش که مذهبی بود، یه بخشش سیاست بود و به بخش فرهنگی هنری هم تبدیل شد. و همیشه اینجوری بوده که البته واتیکانا تاثیر زیادی روی جهان داشته. اما خب دوستان، بیایید در رابطه با آرشیوهای پنهان واتیکان ها صحبت کنیم. این آرشیوها در واقع بیش از 85 میلیون سند تاریخی رو پنهان کرده بودن. در واقع اینجا جاییه که خیلی از اسنادی که پنهان شدن میتونست به بشریت کمک کنه. یعنی در واقع یه سری اسراری پنهان شده که میتونه سرنوشت بشریت رو رقم بزنه. خیلی از این اسنادها برمیگشت به جنگ‌ها و تصمیمات سیاسی. مثلا این اسناد نشون دهنده این بودش که یه سری مذاکراتی انجام میشد که از طریق همین واتیکان‌ها با رهبرهای کشورهای مختلف. در واقع شما میتونید تو اون اسرار پنهان در رابطه با خیانت بخونید، در رابطه با عشق‌های ممنوعه بخونید و خیلی اسراری که حتی اصلا فکرش هم نمی‌کنید واتیکان ها اومدن توی خودشون پنهان کردن. و خب خیلی از محققان هم اینم بگم خیلی از محققان به این باور داشتن که این اسناد پنهان، این اسرار پنهان خیلی 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 زیاد میتونست کمک کنه به حوادث تاریخ و معماهای بزرگ بشریت. در رابطه با این آرشیو هاش اگر بذاریم کنار، یه سری پیشگویی ها هم داشتن این واتیکان ها. شاید جالب ترین بخش این در واقع آرشیو ها یه سری داستانه های مرموزی باشه که همون میشه گفت پیشبینی های واتیکان هاست. این پیشگویی در واقع در رابطه با آینده صحبت میکرد، در رابطه با جنگ ها صحبت میکرد، در رابطه با بحران های اقتصادی و سیاسی صحبت میکرد. و خب اینم ناگفته نمونه بچه‌ها، یه سری از محققان و نظریه پردازان به این معتقد بودن که واتیکان ها این اسرارها رو پنهان میکردن فقط به یه خاطر، که از این اسرار استفاده کنن برای خودشون به عنوان یک ابزار برای حفظ قدرتشون. به همین سادگی. اینم بهتون بگم این آرشیوها پر از داستان‌های جالب داره. یکی از داستان‌های جالبش اینی که در واقع در رابطه با نامه‌ای از پاپ اول به پادشاهی تو قرن 12 بودش. تو این نامه پاپ در رابطه با آینده صحبت میکنه، در رابطه با آینده کلیسا، در رابطه با آینده جهان. ولی متاسفانه این نامه بعد از مدت گم میشه. بعضا منتشم اینه که برخی این موضوع رو باور داشتن که اگر این نامه گم نمیشد میتونست خیلی 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 زیاد به بشر کمک کنه برای درک بهتر آینده. اما متاسفانه این نامه برای همیشه گم شده و تا به امروز هیچ کس این نامه رو که پاپ اول به پادشاه قرن 12 داد پیدا نشده. چرا؟ چون در رابطه با آینده کلیسا صحبت شده بود، در رابطه با جهان صحبت شده بودش. حالا واتیکانا خیلی تاثیر زیادی توی تاریخ داشتن. تو جنگ جهانی اول یه پاپی بوده به اسم بریدی که می‌خواسته توی جنگ جهانی اول تقریباً صلح برقرار کنه که جنگ اتفاق نیفته. ولی خب متأسفانه شکست می‌خوره و نمیتونه جلوی اون جنگو بگیره. ولی توی جنگ جهانی دوم واتیکانا به خاطر موقعیتی که داشتن خیلی مورد توجه قرار میگیرن و این شکلی بوده که میگن واتیکانا خیلی اطلاعات زیادی درباره نازی‌ها داشته و برای اینکه جون خودشون رو حفظ کنن اصلا این روزا رو
لو ندادن یا اطلاعات رو در واقع لو ندادن و گفتن که اوکی ما اگه علاوه سیاسی وارد این مسائل شدیم پس تمام اطلاعاتی که داریم هم پیش خودمون نگه می‌داریم. در واقع از جونشون ترسیدن که این کار نمی‌کردن. یه سری اسناد و مدارک هست که میگه که واتیکان خیلی کار عجیب و ترسناکی می‌کردن. مثلا یکی از اون اسناد این بوده که میگفتن توی کلیساها فساد اخلاقی خیلی زیاد بوده و خب این اسناد یا این دسیسه‌ها یا توطئه‌هایی که راجبشون داره گفته میشه همش وجود داره. یعنی یه سری مدارک و سند هست که داره میگه فساد اخلاقی توی کلیسا خیلی زیاد بوده و اگه ما بیایم این اسناد و دسیسه‌ها یا هر چیزی که اسمش هست رو پیدا کنیم و بخونیم قطعا نظرمون در مورد کلیسا کلا عوض میشه. ولی اما یه سری شخصیت کلیدی توی واتیکان وجود داشتش. توی تاریخ واتیکان بچه‌ها شخصیت‌های کلیدی وجود داشتن. اگه من براتون مثال بزنم، پاپ الکساندر ششم یکی از معروفترین، برجسته‌ترین و جنجالی‌ترین پاپ‌ها تو قرن تاریخ واتیکان ها بودش. در واقع مشهور شدن اون به خاطر فساد دسیسه‌های غیر قابل تحملی که انجام داده بود مشهور شده بود. به همین خاطر اون به عنوان یک رهبری شناخته شده بودش که برای حفظ قدرتش از هر چیزی که شما فکر کنید استفاده میکرد که این قدرت خودش رو حفظ کنه. یه سری هم میگن که پشت پرده این توطئه‌ها و دسیسه‌ها نقش داشته و همیشه داشت از قدرت خودش سوء استفاده میکرد. پاپیوس 12 هم یکی از شخصیت‌های مهم واتیکان ها بودش. اون تو زمان جنگ جهانی دوم بودش که در واقع اون تو زمان جنگ جهانی دوم پاپ ها بودش و با انتقادات به شدت بالای روبرو شدش که ملت میگفتن که تو چرا در رابطه با نازی ها هیچ صحبتی نمی کنی و یه سری خب معتقد بودن اون در رابطه با کشتار یهودی ها یک سری اطلاعات محرمانه به شدت بالایی داشت ولی به خاطر حفظ قدرتش سکوت کرده بود. مگه این قدرت چقدر ارزش داره که آدم ها رو بدونی کیا دارن میکشن، بدونی کیا دارن از بین میبرن، ولی برای اینکه قدرت رو حفظ کنی سکوت میگه تو یک آشغال بیش نبودی. بس اصلا تو این جنگ نازی و یهودی ها کلی بچه کشته شد، کلی زنا کشته شد. دقیقاً. البته خب ناگفتم نمونه یه سری نظریه‌های توطئه و اسرار پنهان هم وجود داشته. حالا اونا چی بوده؟ واتیکان ها همیشه با نظریه‌های توطئه در ارتباط بودن. یکی از معروف‌ترین توطئه‌ها شورای واتیکان دوم بودش. خب برخی هم معتقدن که در واقع میشه گفت این شورا یک دونه برنامه مخفی بوده برای تغییر کلیسا و ضعیف کردن ایمان کاتولیک ها. این شورا در دهه 1960 میلادی برگزار شد و تاثیرات به شدت بالایی روی کلیسا داشت. ولی خب منتقدا میگن که این فقط یک پوششی بود برای کارهای بزرگترشون. ولی خب یه سری نظریه دیگه هم وجود داره که در واقع میگن که این واتیکان ها در حقیقت دانش‌های مخفی باستانی برخوردار بودن. این داستان رو داره دارک میکنه یکم. به خصوص در مورد کتاب گم شده و رازهای مرموز در رابطه با عیسی مسیح هم واتیکان ها اطلاعاتی داشت. در واقع خیلی معتقد به این موضوع هستند که واتیکان ها یه سری اطلاعات مخفی دارن که واقعیت عیسی مسیح رو به راحتی میتونن رو کنن. یعنی چیزی که شما در مورد عیسی مسیح میدونید واقعیت نیست. واقعیت چیزی که تو دست واتیکان ها هست، تو دست کلیسا هست. در واقع این سری محققان هم باور دارن که این اسرار میتونه اطلاعاتی بهتون بده که به واقعیت اصلی بشر به دنیا کمک. یه سری داستانای ترسناک هم وجود داره تو در مورد کلیسا و واتیکانا. این شکلیه که میگن یه سری روحای سرگردانی تو اون کلیسا داره زندگی میکنه یا یه جورایی صداشو از تو دیوارهای کلیسا میشنون و میگن اینا روح کساییه که خیانت کردن، مثل همون بخشی که علی گفت که حالا یه سری اطلاعات داشتن و نمیگفتن، یه سری قتل اتفاق افتاده، یه سری جنایت اتفاق افتاده ولی خب اونا کمک نکردن، در نهایت مردن و روحشون گرفتار شده. و میگن یه سری هم از این روح‌ها محلیه که کسایی که مردن روحشون به اون محل برمیگرده تا انتقام بگیره.
یعنی همیشه میگن توی کلیساها صدای وحشتناک میاد، سر و صدا میاد، صدای زمزمه میاد، همه میاد و توی زیرزمین کلیساها همیشه یه سری شکنجه‌های وحشتناک و عجیب غریب انجام میدن. حالا یه سریشون روی دختراست، یه سریشون روی پسراست. یه سری حقایق وجود داره که واتیکانا توی سیاست هم خیلی دست داشتن و یه سری اطلاعاتی داشتن که میتونسته تغییرات بزرگی توی سیاست، توی مذهب یا توی حالا کل بشریت بذارن، ولی خب هیچ وقت این اطلاعات رو ندادن. یعنی تاریخ نگارا میگن ما اون چیزهایی که پیدا کردیم، حالا سندها و یه سری اطلاعاتی که پیدا کردیم نشون از این میداده، ولی خب خود واتیکانا هیچ وقت حاضر نشدن و اطلاعات رو به دست مردم بدن یا عمومیش کنن، یا حداقل اگه کتابی هست چاپ بشه و ملت بخونن. یعنی همیشه اونو پنهان کردن، قایمش کردن و میگن سرعت اطلاعات انقدر زیاده که میگن واتیکان‌ها میخوان جامعه رو یا ذهن جامعه رو به دست بگیرن، دقیقاً شبیه فراماسونا که راجعشون صحبت کردیم که میخواستن مردم به بردگی بگیرن. حالا من ویدیوشو لینکشو میذارم، حتما بریم ببینین بیشتر با این مقوله آشنا بشین. واتیکان هم دقیقاً همین کارو میکردن، به خاطر اینکه انتقال اطلاعات خیلی سریع اتفاق میافتاده گفتن خب بذارید پس ما افکار عمومی رو به دست بگیریم. واتیکان‌ها در طول تاریخ نقش به شدت مهمی برای ارتباطات بین‌المللیشون داشتن. اینجا محل ملاقات رهبران دینی و سیاسی بودش. به عنوان مثال تو دوران جنگ سرد واتیکان‌ها یه پل ارتباطی بودن بین غرب و شرق. پاپ جان پل دوم که خودش لهستانی بود ولی نقش اساسی داشت برای سرنگونی و سقوط کمونیسم تو اروپا و به عنوان یک نماد مقاومت در برابر ظلم شناخته شد. واقعا دمت گرم، مرسی ازت. این نقش میانجیگری در واقع شامل ارتباط با کشورهای اسلامی هم میشدش. پاپا در طول تاریخ سعی می‌کردن که با مردم مسلمان، با کشورهای اسلامی ارتباطات خوبی برقرار کنن، ولی سوالی که اینجاست اینه آیا این ارتباطات خالصانه است یا اینکه نه پشت پرده یه داستانی وجود داره برای این نوع ارتباطات؟ حالا بریم یه سری دسیسه‌ها و توطئه‌ها رو با هم بررسی کنیم. مثلا پاپ الکساندر ششم به قتل رسید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توی جریانات سیاسی دست داشت و حالا نه تنها به قتل رسیدن الکساندر خیلی ضربه خیلی محکمی به کلیسا زد، در واقع میشه گفتش که یک موجی از ترس و وحشت بین پاپا به وجود آورده بود که اونا با خودشون فهم کردن نکنه نفر بعدی کسی که به قتل میرسه من باشم. همچنین نشون میداد که یه سری از این پاپا توی جنگ‌های صلیبی دست داشتن. این جنگ‌ها نه تنها تاثیرات عمیقی روی اروپا داشت بلکه یه جورای ریشه اختلافی داشت بین مذهب‌ها به وجود می آورد. تو دل آرشیوهای واتیکان یه سری اسرار پنهان شده‌ای وجود داشت که میتونست کلا تاریخ بشریت رو تغییر بده. یکی از اون داستان‌های معروف کتاب گمشده‌ای بودش که شامل متن‌های باستانی و اسناد تاریخی بود. بعد از محققان بر این باور بودن که خب این اطلاعات میتونه به تاریخ بشریت خیلی کمک کنه، ولی متاسفانه هنوز کشف نشده، یا بهتر اینجوری از موقعی که گم شد هیچ موقع پیداش نکرد. تازه داستان‌هایی که وجود داره خبر میده از مدارک مخفی و قدیمی که در رابطه با واتیکان‌ها بودش. برخی از این مدارک میتونه حاوی اطلاعات خطاهای تاریخی یا حتی سوء تفاهم‌ها باشه. اما واقعا سوالی که پیش میاد اینه که این اسناد آیا قراره به دست ما برسه که تاریخو بهتر درک کنیم، یا اینکه نه فقط یه رازه که هیچ موقع قرار نیست این اسناد به دست ما برسه؟ ما هم جوابشون نمیدونیم، فقط واتیکان ها میدونن. چیزی که در مورد آینده واتیکان ها وجود داره اینه که با چند تا سوال شروع میشه. اینکه آیا واتیکان ها قراره که تو همین شکلی که الان هستن باقی بمونن یا قراره یه سری انقلاب به وجود بیارن؟ چون الان داریم میبینیم دیگه یه سری جوونا هستن که تقریبا میشه گفت به کلیسا، به واتیکان یا به دین اصلا اعتمادی ندارن و حالا میخوایم ببینیم که واتیکان ها قراره خودشونو با در طول زمان که زمان هر چقدر جلوتر میره خودشون رو وفق میدن یا نه قراره که به همون روش سنتی خودشون پیش برن. در واقع در نهایت ختم کلام باید بگم که ما باید با چشمای باز و با ذهنی باز به این دنیای مرموز نگاه کنیم. اصلا چه کسی میدونه چه رازهایی تو دل این مکان پنهان شده؟ شاید اصلا پاسخ این سال تو دل آرشیوهای پنهان واتیکان باشه، شاید هم در دل تاریخ بشریت حک شده باشه، نمیدونیم. پس همیشه با ما همراه باشید که تو این مسیر مرموز و تاریک با هم دیگه به کاوش ادامه بدیم. شاید اصلا یه روزی تونستیم تمام حقایق این دنیا رو کشف کنیم، بفهمیم که اصلا اصل داستان چیه، کی با کیه، کی با کی نیست،
رئیس گروه کیه، رئیس تیم کیه، کلی حقایق رو به دست بیاریم. ممنونم که تا این لحظه ویدیو با ما همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه، چون با لایک و کامنت حمایت های شما باعث میشه ما حقایق های خیلی بهتری رو کشف کنیم و به شما اطلاع بدیم. در ضمن این موضوع رو هیچ موقع فراموش نکنید که حقیقت همیشه در انتظار ماست، فقط باید جسارت اینو داشته باشیم که به دنبال حقیقت بریم و کاوشش کنیم. اون جسارت رو من الی داریم، فقط شما بشینید پای ویدیو و لذتش رو ببرید. تا ویدیوی بعد به امید دیدار.